سلام، روزتون بخیر باشه. امروز 23 مارچ، 3 روز از عید گذشته و میرم یه اوپن هاوس دیگه. با 2 تا از ایجنت ها قرار دارم، 2 تا خونه قراره ببینم که جفتشون تقریبا توی یه محله خیلی نزدیکن. این خونه ها برعکس خونه قبلی فکر میکنم یکی از ارزون ترین خونه ها توی این محله. یه ذره سرما خوردم چند روزه و خوب نشدم، واسه همین نفسم هی میگیره. با اینکه اوپن هاوسه ولی توی نیویورک سیتی و عکس نیوجرسی باید از قبل با ایجنت وقت بگیری. اینم محلشه. How many units are in here? 19 or 20. Okay. خونه اولی که رفتم دیدم طبقه سوم هست. حدوداً 3 ماهه که توی بازار برای فروش گذاشتن، برای همین $10,000 قیمتش آوردن پایین و الان $575,000 دارن میفروشنش. 2 تا پنجره داره به سمت شمال و یه اتاق خواب و یه سرویس بهداشتی داره. تقریبا سال پیش آشپزخونه‌اش رو بازسازی کردم و همه قسمتاش نو شده. اینم اتاق خوابشه که خیلی جمع و جور و کوچولو و کیوت بود و یه دونه کلازت توی اتاق خوابش هست و همونطور که می‌بینید سرویس بهداشتی هم توی اتاق خوابه. این خونه 450 اسکوئر فیت یا تقریبا 41 متر مربع هست و خیابون 88 سمت ایست نیویورک سیتی هست. یکی از مزیتایی که این خونه داره اجرای فی پایینش هست یا همون شارژ ماهیانه که هر واحد پرداخت میکنن برای نگهداری و تمیز کردن قسمت‌های مشترک مثل راهروها، نقاشی دیوارها و این چیزا. اجرای فیش تقریبا ماهیانه $350 هست که من میتونم بگم به نسبت ساختمان‌های این اطراف به شدت پایینه و همینطور تکس سالانه که خب همه خونه ها باید پرداخت بکنن. خونه دومی که رفتم دیدم طبقه 5 از یه ساختمان 20 واحدی بود. همونطور که میبینین یه استودیوی خیلی نقلی و جمع و جوره که اتاق خواب نداره و فقط سرویس بهداشتی و آشپزخونه داره. به نظرم خیلی خونه روشن و نورگیری بود و به نسبت تعداد کمدهای خیلی خوبی هم داشت. این خونه رو گذاشتن $330,000 برای فروش و شارژ ماهیانش هم هست $727 در ماه. البته بخوام خیلی کامل بهتون بگم تا فوریه سال دیگه قراره کارپت ها یا همون موکت های راهروها رو عوض بکنن و دیواراش هم رنگ بکنن. همونطور که دیدین راهروها خیلی قدیمی و کهنه بود، واسه همین ماهی $126 تا فوریه سال دیگه به شارژ ماهیانه اضافه میشه. قسمت هیجان انگیز این خونه روفتک اختصاصیه که مخصوص این واحد هست. کلاً این ساختمان 20 تا واحد داره که فقط 4 تا از این واحدها روفتک اختصاصی دارن. در اصل یه فضای برای خودشون دارن روی پشت بوم.
یه نکته که من متوجه شدم اینه که خریدار تا 3 سال نمیتونه اینجا رو اجاره بده، ولی بعد از 3 سال دیگه شرط و ممانعتی نداره. این خانم هم که دیدین همزمان با من اومده بودن اوپن هاوس. متاسفانه خونشون توی آتش سوزی سوخته بود و الان دنبال یه جای موقت برای زندگی با دخترشون بودن. خب آقا این بود از اوپن هاوس های امروز. من تو راه برگشت اومدم هول فود یه ماست بخرم. خب این بوده از روز یک شنبه من. امیدوارم که به شما هم تعطیلات خوش بگذره. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.